در آیه کریم قرآن سوره نجم آیه 32 میفرماد فلا تزکوا انفسکم، خودتون رو آدم خوب و پاکیزه و پاک شده ای ندونید. هو اعلم بمن اتقی، او بهتر میداند چه کسی با تقواست. یعنی شما همه سعی کنید تقوا رو داشته باشید، من اینجا بالا نگاه میکنم کی به کیه. مثلا یه نفر روزی 4 تا فحش میده، آقا این فحش میده تقوا نداره؟ نه صبر کن، نمیتونی قضاوت کنی. یه نفر یه دونه فحش میده، آقا اونم تقواش کمه ولی بالاخره یه دونه فحش میده دیگه، این بالاخره 4 تا فحش میده، این 4 برابر بی تقواست. بعد میری روز قیامت میبینی این یه دونه فحش میده رو به عنوان یه آدم بی تقوا بردن جهنم، اون 4 تا فحش میده رو به عنوان یه آدم با تقوا بردن بهشت. خدای قاطی شده، دستگاه خوب کار نمیکنه ها. مثل اینکه اونجوری ما دیدیم، ما یه جور دیگه میدیدیم. الان اینجا حافظتون رافعه است، یعنی اونی که بالا بود اومد پایین، اونی که پایین بود رفت بالا. چی شد اصلا؟ خدا میفرماد اونی که 4 تا فحش میداد، من میدونم اون 40 تا فحش رو جلوگیری میکرد. اون یه حسی داره، یه اعصابی نداشت که 40 تا فحش رو جلوگیری میکرد، این 4 تا دیگه از دستش در میرفت. بعد این 4 تا هم میخواست فامیلی بده، فامیلی نداد، همین خاک بر سر فقط گفت. خودش عین تقوا بود، البته اشتباه کرد، حالا ما هم اینجا بخشیدیمش، ولی تو نمیتونی تقوای اونو به این سادگی اندازه گیری بکنی. حالا اون یه دونه یه چی؟ اون یه دونه رو میبخشیدی دیگه. نه، اون اصلا آدم فحش بده ای نبود، من خلقش کرده بودم. بهش میگفتم لامصب تو که اصلا عصبانی هم نشدی فحش میدی. بعدم هیچ وقت پشیمون نمیشد، میگفت این همه مردم دارن فحش میدن، ما یه دونه فحش دادیم، خدا از خداش هم باشه که بیشتر فحش ندادیم. پدرشو در میارم، این تو داغ نشه آدم نمیشه. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، عند الله اتقا معلوم میشه، با تقواتر معلوم میشه. به این سادگی که نمیشه قضاوت کرد. ارزش گذاری نکنیم به این سادگی برای آدما. بعضی وقتا تو مسجد به این سادگی، تو مدرسه به این سادگی ارزش گذاری میکنیم رو بعضیا، یه عده‌ای رو مغرور میکنیم، یه عده‌ای رو مایوس. این کرامت از بین میره. وای چه مدرسه‌ای میشه اون مدرسه‌ای که ما به بچه‌ها یاد بدیم به این سادگی در مورد دیگران قضاوت نکنیم.